وقتی رفتیم اون پایین میدم به اون بنده خدا از اون زاویه تمیز زد. یا این گوشی این بنده خدا رو این فیلم این عزیز رو الان رو فیلم ها الان داره میگیره الان داره دوستامون دوست هم برده خدا یه لحظه توی یه به حاصله گفت مرده برو اون طرف جامپینگ الان خود بپره یا بانجی میپره گوشی با خودش بنده بره پا سورا فیلم میگه السلام علیکم فیلم افتاد نه بابا ترس نداره اسرائیل همه هم اومد اسرائیل ببین دیگه پینا چی میرن تا شوره دو وای یه همه سر یا اسرائیلی یه بچه دونه کجا؟ دیگه مازده یه من باید مامان نگاه پایین نکن روبرو تو نگاه کن قشنگ وایسا اوکی یه نفس میگیری عمیق من میشمارم برات اگه خودت تونستی خودت رو نتونستی بود تمام کمک کنم خب فقط چیز سختی نیست ببین الان بلندش اینجا رو با پا کمک میکنیم دیگه آیه با وای نیستی ببینم باز ضربه‌ای که بزنی موقع پرش دستتو باز می‌کنی چجوری می‌ذاری رو من پایین چیز خیلی اوکی sen bir darbe bediyor خورد کشه اوکی این فشار به جایی نمیاد اصلا فشار به جایی نمیاد از این چشه میدونی تشکیل شد موفا اینا دیگه مزه این چشه تشکیل شد از چند هزار چشه بعدی ما میریم بالا حالا شما فعلا پایین رو برو بعد ممکنه متوجه نشی چجوری میاری اینجوری نه ولی اون باز می‌کنی زنیو بالا بکش اوکی یه لیوان ها وایداشتی میریخیم سر اینا بده قایق خوابش بیدار میشه اخی کم حالا بیکش رفت کنش تو میشد میمیریم کن بهار رو کی میپوچی بیکش هم کسی خریده شد یا بهار این به این میخوره؟ بیکش هم نهال بشین همونجا عقب بشین عقب نهال بشین عقب معلم مدرسه ها بعد چه موقع بالا آمدم میتونم برگردم تنابو بگیرم رو سرم صاف بچه بیافتی میری پایین اما استاد دستاد اینجوری بگیر نه استرس نداری دارم صدات نمیاد دیوونه اما بازم شلوار داری که ساکم پشت باشه خاطر که یه موقع خیس میشه چرا آخه اگه فیلم ها تو این استن نزد یعنی چی شد؟ آخه نه دیگه از حالا به بعد به چه حرف نزنید فیلمش خراب
سعید جان بلند شو. تو به همه درست بسته؟ یادش بره چه حاجی یه را یادش سعید جان دوربین نگاه، احساستو میشه بگی؟ پیشیمونی بیان اینجا تو میری؟ دمپایش یه 3 2 1 بگو برو بشماریم از 10 9 8 خب همون 8 بازم 8 دیگه کسی که از 8 جدی میگم اینو هر چی بمونی اصلا میبره قشنگ حالا من خودم که پیدا هستم مثلا این 2 تومن 200 تومن روش رفته بپر من اصلا باشه من اصلا نمیذارم تو ببین اگه رفتی تو آب نگران نباش باید پایینه آب میره مهمت بیشوره میشه دیگه کسی که از کرج اومد فقط به خاطر پرش میپره. یه کسی که از ارتفاع میترسه از خدا ما تو استخر حسین پریده اومان کدوم کارمه آقا جدی نگاه کن منو سعید جان شما نه اولی نفر این آخری نفر بپر. آقا بشماریم براش محمدی تلفن کن بشماریم براش نه من گرفتم نمیگردم رو رو پلامه رو به قبلم و رو به قبلم و از راحت نگاه کنی هیچ چیز نمیشه خب خوش میبینی کرج اومده بابا دل آبا نمیتونه بپره نمیتونه راست میگه نمیتونه آقا برو دیگه برو میخوای من بیام بزرگترین ترسم از ارتفاعست خب تو میخوای فیلم میترسم آقا نگاه کن منو بابا خدا به ترس ارتفاع ترس نداره برو به خدا بعدش اینقدر حال میای با خودت حال میکنی فیلمو اونجا میبینی با هوری اینا آقا سعید میپره، بذاری تمرکز کنه میپره، عجله نکنید شما. بیا اینجا ببینم بیا اینجا آماده شو بپر. نمیتونه نگاه کنه یکی برید من 4 3 2 1 رفتم آقا حالش بده حالش بده خودش بپر خدا آقا سعید جان یه کوچولو برو جلو، یه کوچولو برو جلو، نترس. تمرکز کن برو جلو نترس. چرا پاهات میلرزه آقا برو همه اینا پوستشون کش بیاد که تو میتونی ماشاءالله
عمیق‌تر عمیق‌تر نه بعدش لذت اول یکی خب ببینم ببینم نهال بشین آقا من دادم آقا این فیلم رو پاک کن دوباره بگی. سعید جان برو، خانمت هم اجازه پرش رو صادر کرد. میگم اما به خود رحم نمی‌کنی به دستی بابا رحم کن. خون توش مرد. بابا من نمیخوام ببینم بابا برو جلوتر وایسه هر تصمیم گرفتی یهو اجرایش کنی ماشاءالله تموم اوکی ماشاءالله ماشاءالله برو بچه ها 10 9 8 7 6 5 ای جانم آقا سعید، ای بر زنده ماشاءالله عالیه عالیه. ماشاءالله آقا ترسیدی؟ بلند شو بیا اینجا، آماده شو، با خمونت خوردی. شلوار بفرستم برات بابا نمیخوای بری بلیط بگیری؟ من اینو دوست دارم، اونو دوست ندارم. این دوست دارم. این چیه؟ رپ سوینگ چی؟ رپ سوینگ. میبندی به خودت تا مثل تابه. دوباره برد. تابه. منم کجا رفتی؟ حاج آقا بکنم حاج آقا مغزش دیگه تاب خورد. لحظه کن بنداز پشت سرت بنداز پشت سرت ایوه ماشاءالله دمت گرم ماشاءالله کجاست؟ آقا یه بار دیگه بخواد یه بار دیگه آقا این قبول نیست یه بار دیگه عالی بود اشتباه بزرگ کرد سعید جان عالی بود. اولش هستش آره. کجایی؟ آقا نگاه کن منو واقعا چه میگم خون خیلی باحال. آقا بیا پایین. تو راه که رفتی نگفتی که خوبه میگم همون فقط پرش سخت. مرسی سعید جان عالی بود، خسته نباشید.